من میفهمم. تو با من حتی باور کنی عائله در حقیقت کی بودن ما رو اگر بفهمن با نقطه آنها را از دست دادن می‌آیی. در آن وقت برای همه چیز بسیار دیر می‌شود. من اکنون باید یکم کار کنم. فهمم؟ چی گفتن میخوایی؟ اکنون من باید از حیات تو دور شوم. از این دقیقه پس موجودیت من به تو ضرر می‌دهد. رفتنم لازم. نرفت. زهرو تو؟ بله، ذوق سیاه بودنت رو میدونم. زهرو تو رو دیدم هنگام نقابت رو برآوردنم. تو دائما در بر من بودی، دائما دستگیری کردی. چرا اینقدر و خودت رو پنهان کردی؟ پنهان کردم؟ من با تو چند مرتبه گفتم؟ گفته بوده است، چون من تو رو داشتم بعد گفتی. داملا این نقاب را از کجا یافته؟ اگر دستگیر نمی کردم تو با من بازی کردن رو دوام می دادی. دستگیرم کردی چی شد زهرو؟ این کار کردم، آشکارا زاغ سیاه بودنم رو گفتم، اما تو چی کردی؟ زاغ سیاه شما زاغ سیاه چرا با من باور نکردی؟ چه خیلی به تو باور میکردم کلتکیل است. حتی کلتکیل است بودنت رو نمیدونستم. تو رو همچون یک دامنو میپنداشتم. زاغ سیاه بودنت رو از کجا میدونستم؟ قهرمان من بودنت رو، آدمی که عاشقش بوده ای. اما تو بازی کردن رو دوام دادی. چی فکر داشتی کنی بگو؟ با من وقت خوش میکردی؟ لطفاً سفسطه نگوی زهرو. من وقتی زاغ سیاه بودنم رو با تو گفتم تو چی کردی؟ مرا مسخره کردی، شوخی کردی. جسارت کرده یک بار دیگر با تو گفتن نتوانستم. زهرو من تو رو دوست می‌دارم. بله خانم بیتول گوش دارم. با من کی بودن دومولوزیو رو میگید؟ جناب سمی، من این رو در حقیقت به شما گفتن نمیتوانم. لطفاً مرا بفهمید. لطفاً در اصل شما مرا بفهمید خانم بیتول. این حریف چند دفعه به من هجوم کرد. حالا نمیگذارید که از او شکایت کنم؟ چرا این آدم به شما اینقدر مهم است؟ آخر نمیفهمم. جناب سمی گوش کنید، باز به من نگویید که داملای محله همون میباشد، حرمتش میکنم. این دیگر مسئله است. التماس مجبور نکنید. التماس التجا میکنم. مایلش، پس من رفته شکایت میکنم. نه ایستید. التماس شکایت نکنید. مایلش میگویم. جناب سمی
домлозио акай асосии ман аст. تو رو از وقت اول دیدنم دوست می‌دارم زهرا. از اون دمی که مفتونی اون چشمان کبودی تو شده بودم. از اون دمی که صاحب قلب من شده بودی، از اون روز تو رو دوست می‌دارم. من این رو با تو گفتن نمی‌توانستم. من کرده بودم. تو رو دوست داشتن من بود. اگر این رو با تو میگفتم بازی ازدواج ساخته رو با آخر میرسوندم. از همین سبب من تو رو در قلبم دوست داشتم. آخر دیگر از دستم هیچ چیز نمی آمد. احتمالی مرا دوست داشتن تو هم نبود. شاید من تو رو دوست می‌دارم کلتکیلس. دوست می‌دارم. شاید در دیگر وقت، چی دونم، در دیگر شرط و شرایط و اگر با میخوردیم شدنش ممکن بود اما نشد. تقدیر چی کار میکنی؟ بعضی چیزها رو تغییر دادن نمیتوانی. اما اکنون با آخر رسیدنش لازم است. چی گفتن میخواهی؟ همش اکنون همش باید به حالت اوله برگرده. من هرگاهی که کوشش میکنم چون میگفتم تو رو از پسم میبرم، اکنون از پشت من ضرر دیدنت رو طاقت ندارم. رفتنم لازم. نه، مرا گذاشته رفتن نمیتوانی. گوش کن، وقتی که بودنم آشکار شود شاید عائله تو رو ترک گویند. نمیدونستم میگویی اما باور نمیکنم. از پشت من از دست دادن عائلت رو نمیخواهم. نه، من هم رفتن نمیخواهم. از تو دور زندگی کردن نمیتوانم. با این ازدواج ساخته چرا طاقت کردم؟ فکر میکنی؟ دایم برای تو نزدیک شدم اما اکنون از پشت من با ضرر دیدن طاقت نمیکنم. لطفا خیلی نگاه نکن. هم تو نبودی که با دوست داشتم ازدواج ساخته کردن نمیتوانم میگفتی. چرا حاضر رفتنم رو نمیخواهی؟ چون که رفتنت رو نمیخواهم. چرا زهرا؟ کنی برای در اینجا موندنم یگان سبب بگو. چشمانت رو دیگر سو نبر. تنها یک گپ بگو. انا میبینی تو هم چیزی گفتن نمیتوانی. اکنون بازی با آخر رسید. رفتنم لازم. نه نرف. لطفا نرف. لطفا نرف. لطفا نرف. نرف. چرا رفتنم را نمیخواهی؟ یعنی همین دومولوزیو اکای اساسیات است نه؟ بله. لطفاً جنابی سمی شکایت نکنید. التجا میکنم. مالش یعنی چرا شما این رو پنهان میکنید؟ من نمیفهمم. بله، جای پنهان کردنش نیست اما من پس آخر این رو در اینجا گپ زدن نمیشود. خیر مالش میرویم در یگون جا میشینیم صحبت میکنیم. سلامت باشید. خیر نظر؟ چرا رفتنم را نمیخواهی؟ من بله تو زهرا. برای بابایم، برای دوام یافتن این بازی. خوب و علاقه با باید زیاد شد همه خیلی؟ بله، اما از آنی که اپم تیپلش را از دست داده است همه بسیار غمگینم. حالا اگر تو هم بروی یکی بابایم بیمار شود. یعنی تنها برای بابایت اینجا موندن مرا میخواهی؟ دیگر از برای چی میشد کلتکیل است؟ تو مرا دوست میداری گفتنی البته. چون از زیر نقاب من بر آمدم تو دچار خیالات شدی. نرم خواهیش میکنم کلتکیل است. نرم، من به تو احتیاج دارم. ترک نکن مرا. دیوانه میشوم. آدم در پیش چشم ما از محبس محبوس رو میگریزوند. خیلی سر دارم.
آخه این خیلی نمیشه راستی این خیلی نمیشود کنی دستتون رو بدور یک بیمولم بس کن. کمی آروم شوید سردارم آخه آی سرتون بسیار گرم است سردارم تمام اگر دیوانگی با کار آید تمام شوبه را دیوانه میکنه اما با کار نمیآید آخه این خیلی نکنی سردارم تو چی ایستاده‌ای؟ تو چی میگویی؟ اگر من و آدم را نکشم هیچگاه آرام نمیشوم و احمق کابوسی من شد. آخه سردارم کلتکلس یگیتای وجدان ایستانم اما کتاب 500 ساله را کلتکلس دیز دست ممکن نمونه بخونم یک فکر کنی رفیق سردارم اما کلتکلس فقط چیزهای انتیقه یعنی چیزهایی که قدیمه را میدزده مثل هیکل کتاب چیزا را میدزده از آن چیزهایی که مثل پول مال ماشین را میدزده همین کتابهای قدیمه را بدزده و بخونه به مدینه چه خوب نیست چی میگویی لبن؟ چی گفتی ایستاده‌ای؟ آخه اینش بسی نکرده او باز آشپز معبس برآمد کلتکلسی به عقل دیگه جون افته که در معبس میره آشپز میشه کاش که در معبس میبده من عاشق کلتکلس میخوردم ای بیا لبن تو مرا دیوانه کردن میخواهی یا که میخواهی تمام غضبم را از تو برارم همین رو میخواهی؟ سردارم آش کلتکلس میخوردی بروتت روغنی میشه گم شو با همین فکر آید. البته من هم فکر کرده ایستادم که کلتکلس چرا خودش رو برای نجات دادن اژدر به این قدر خطر اندازد ای بناموسه تو چی میگویی لبن؟ سردارم انا حالا این کلتکلس با اژدهار احمق از یک عائله خزنده ها هستند و کلتکلس اگر خویش تبارش رو نجات ندهد هرگز آرام نمی شود و خوابش نمی برد از دانشکده که نمی گریختی این موضوع را می فهمید احمق لونت ای بچه مرا دیوانه نکن برای اون که من تو رو نکشم به من یکان سبب بگو. سردارم مقصد من این است که اگر ما از پوچه اشتهار قپیده تعقیب کنیم کلتکلس را حتما پیدا میکنیم با فکرم گپا فهمیدی دو درمونن بیرو احمق بیرو فایده بیار رسم های اژدر را به همه جا تقسیم کنید زود. ایتا رفیق گنرال ای کپیتان آی کلتکلس آی کلتکلس بچه ها تو رو به یکی از خانه های مخفی همون میبرند امشب در آنجا میمونی پگاه باشد با کشتی به خارجه میروی اما جون من رفتن نمیخوام میروی اشتر یگانه یادگاری از اکم مانده تو هستی و یگانه میراثبری من هم تو هستی تمام جرم های در حقت بوده رو از بین برداریم تو را دعوت میکنم مایل شما جون و گپی شما گوش میدیم چرا رفتنم رو نمیخوای؟ چرا فهمیدن میخواهی التماس مرا مجبور نساز همه کار آمیخته است سرم آمیخته است تا حال در حیرتم یگانه چیزی میدونستم رفتنت رو نمیخواهم لیکن بین اکنون در اینجا موندنمون برای هر دیمون خطرناک است باز میدونی بلای سکرو در سرمون است باید نه اونالا دستگیر شدنمون خیر مسئله بسیار روزمره شده است یزنه اونالا به این خانه در آمده نمیتوانند بابایم به او گفت که تو کلتکلس را نکشی به این خانه ندارم چی؟ تشکر مرا بسیار آرام کرد حیات را بین در اینجا در امون هستی اینجا یگانه جایی است که یزنم تو را یافته نمیتواند لرو گوش کن در اینجا ماندنم در حقیقت درست نیست بابایم از تو نفرت ندارد حتی تو را بسیار دوست میدارد تا مردنش ها؟ جنابی سمی لطفاً اکای من بودن دومولوزی رو به هیچ کس نگوید و اکم هم نگوید چون که ما به هیچ کس نگفته ایم اگر شون آمد من رو جنگ میکند یعنی شما برادر و خواهر هستید یعنی دومولوزی و اکای دوست این رو چرا پنهان میکنید نمیفهمم همین خیل یعنی اینی حال باید پنهان داریم هیچ کس نباید داند حالا این رو من به شما فهمانده نمیتوانم خیر خانم جمیله چی؟ کی؟ جمیلش کیست؟ شما خانم جمیله رو نمیشناسید؟ نه یگان شناسم است این چی گپ است؟ جمیله هم اپای سخت است مادر دومولوزی بودین تو چی جیره کرده ایستاده ای؟ بسیار هم خوب اکنون تو با دومم افتیدی حالا ایست؟ جنابی سمی من باید خانم جمیله رو شناسم کیست وای؟ کی رو؟
охир камтар пеш дар бораи ҷамила гуфтани кас гап назадӣ? ман хонум ҷамила дар асл он қадар ҳам каси муҳим нест, яъне вай чӣ хел каси муҳим нест? хайр намшод чаро шинохтану нашинохтани ӯро аз ман мепурсӣ? аммо ҳоло як чизи дигар аст ҷаноби самӣ. ман ба шумо акаам будани домлозиёро гуфта сири калонамро фош кардам. лутфан шумо ҳам ба ман бифаҳмонед. хонум ҷамила хайр апаи ман аст. ки апаатон? бале. хайр барои чӣ аз ман шинохтани апатро пурсидӣ? барои чӣ ман пайро бояд шиносам? ман намефаҳмам, ба ман бифаҳмон. чунки ҷамила яъне апаи ман сири ман аст. чӣ хел сир? чунки апаи ман будани апаи ҷамиларо ҳеҷ кас намедонад. он гуна ки акаитро ҳеҷ кас намедонад. охир чиро пинҳон мекунед? ман инро нафаҳмидам. шумо чаро акаатон будани домулоро ба ҳеҷ кас нагуфтед? аммо ман ҳоло бисёр тааҷҷуб кардам. мавзӯи маро пӯшем, тааҷҷубовар аст. ман ҳам тааҷҷуб карда будам. гӯш кунед хонум бедон, агар акаи шумо будани домулозиёро медонистам, ба шӯъбаи полис рафта шикоят намекардам. бовар кунед. ташаккури зиёд. рости рафтанам лозим аст. аз паси шумо давида омадам. беморон бошанд, маро дар он ҷо интизоранд. хайр майалаш ман шуморо гусел мекунам. не заҳмат накашед. не чӣ хел заҳмат? ман ҳастам, гусел мекунам. ман худам меравам. ташаккури зиёд. 2 қадам роҳ аст охир. ба ҳамин хотир худам меравам. хуб набошад бирав. 4 тарафа қибла. тфу, ба ӯ чӣ гуфтам ман? худо, аҷаб айб шуд. من هم برای اپات بسیار غمگینم. آن طفل رو چقدر فاصله‌اش و چند سال انتظار بودنش رو خوب میدونم، اما باور کن من به این حادثه علاقه ندارم. میدونم، من به تو باور دارم. تو با من چرا باور میکنی؟ نفهمیدم. یعنی مانند من بر این جنایتکار رو چرا باور میکنی؟ چون که مدتی دراز تو با ما زندگی میکنی و حتی ضررت هم به ما نرسیده است. حتی دائما به ما کمک میکنی. تو شخصی بد نیستی، کالتکیل است. تو بسیار شخص خوب هستی. هنگامی کودک رو از آتش خلاص کردن دستگیر شده ای. این رو از کجا میدونی؟ یک روز کالتکیل است به درون آتش در آمده یک طفل رو نجات داد. از درون آتشی تفراند بچه اکای غلچکی که بیرون برآورد. او اگر طفل رو نجات نمیداد سردارم هرگز اون رو دستگیر کرده نمیتوانست. اهمیت نده، میدونم. تو حتی مرا نشناخته با من ازدواج ساخته رو قبول کردی. مرا کمک کردی. من آن رو برای تو رو بسیار دوست داشتنم کردم. نمیروی ها؟ زهرا، آخر ما گپ زده بودیم که 1 ماه دوام دادن این کار. شاید در دوام این 1 ماه همه کار خوب می شود. بیگناه بودنت رو اثبات میکنی. اگر یک معجزه رخ میاد. اینقدر ناامید نشو لطفا. خودت رو به دست گیر. رفتن نمیتوانی. خیر فرض کردیم که رفتی. به تو چی میگی؟ چی خیلی شرح میدهی؟ چی خیلی میفهمونی؟ 1 ماه دیگر لطفا. 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 حالش خوب است، اما کسی به زیارتی او تا حالا نآمده است. تمام. پولها در کجایند؟ دوست داشتت حالا هم نآورد؟ تا حال نآورد. چی خیلی نآوردم؟ آخر در 2 روز پولهای از من دزدیده‌ات را از دوست داشتت باید میگرفتی؟ میگیرم و به من کمتر وقت بدهید. تو منو مسخره کرده ایستاده‌ای. من اومدن پول را انتظار شوم تو باشی ریخته روی. این حیلت نگذشت. من پول ندارم، فهمیدی؟ خواهی باور کن، نخواهی باور نکن. همش همین. داشت را دعوت کن. اومده پولم را دیگر. نباشد سرت را پاره میکنم.
به لبی دریا رویم چی؟ در لبی آبی شبی محتابی با خدا شوخ بوده این شفقت وای برادری من میآیدی بخیر است برادر جان باز چی شد رویت سروش است باز میپرسی ها بلای سقراط را به سرم بار کردی سقراطش کیست؟ هیچ کس برادر جان در این باره وجدانم چقدر عذاب میدهد نمیدانی بیا مان شوکت برای آنه که وجدان انسان عذاب کشد پیش از این باید انسان وجدان داشته باشد برادری جان بعضم گپ میزنی همین گپ‌هایت رو گوشات میفهمند یا نه اف در افت خناکت گوش کن مرا تو باز حیله داری؟ هیچ چیز نیست نه اکرم مردنی تو رو میخواهد کودک حله از برای تو شده هلاک شد من هیچ کس رو نکشتم پس چرا این خیل میگویم؟ اپا جان تو این کمیسر اونال رو نمیدونی آدمی دیوانه تیار است بیهوش است در راه راستش اگر پیش پا خورد از کلتکلاس میبیند تا همین درجه رفته بگو که من نکردم تهمت میکنم چرا خاموش میگردی؟ زیاد رو تهمت نکردن کلتکلاس رو کردن هر دویش مگر تو نیستی؟ من آقای اکرم این رو نمیدوند نمیدوند البته که آنها نمیدونند باشد و اما مرا آخر قهرم میکند برادر ما کمی میگردیم از جناب اکرم ماشین رو گرفتم تا هم بیا کمتر خوشحالی کنیم نه برادر من با مسجد میروم مایلش برادر جان تو رو به نزد مسجد میبریم نماز را خوان بعد برآمده شوکت که هوا زیباست من پیاده میروم هوای تازه را نفس کشیدم ای بسیار ناز کردی بیا با ما کمتر سیگار میکشی سرت آرام میشود یا خدا توبه من مسجد میگویم نماز میگویم تو مرا میگویی که بیا سیگار بکشیم مایلشه اوف مولوکلس رو به حالش گذار رفتیم از پسی کارمون شوکت شما روید تو پیاده رو سرت رو آرام بکن با ماشین لوکس برام میگم ناز میکنم خیر لبه نرگیس در کجایی؟ چی شد؟ مرا نجات بده لبه؟ نجات بده علیو دوست داشته در دستم اگر سلامتی دوست داشته رو خواهی زود پول ها رو گرفته بیا تو چی ها گفته ایستادی؟ هر چیزی که شنیدی اگر با نرگیس دست رسانه میکشم نرگس کی باشد؟ نرگس زن زد چی؟ باز با خوده این چی گپ است؟ هیچ گپ نیست مگر من نمیدونم تو چکل دختر باز هستی؟ تو چی میگویی؟ تلفن رو با نرگیس بده در 1 ساعت پول ها رو به مهمان خانه بیار مایلش میگویم با او دست نرسان اگر دست رسانه مردی اوه نرگیس این چه گپ است؟ دامولازیو تو انیک زهرا رو فریب داده ایستاده ای کنی رفته بینم نرگیسش کی باشد من تو رو دوست میدارم در حقیقت من او رو دوست میدارم تو رو از وقت اول دیدنم دوست میدارم زهرا از اون دمی که مفتونی اون چشمان کبودی تو شده بودم از اون دمی که صاحب قلب من شده بودی از اون روز تو رو دوست میدارم نرم لطفا زهرا جان در کجا بودی؟ در همین جایم کمتر پیش اومده تلفن کردم جواب ندادی به خونه زنگ زدم نبودی در کجا بودی؟ در مرکز سودا بودم در مرکز سودا؟ به من دروغ نگو زهرا باز با اون زاغیسیو تو همراهی کلتکلس بودی مگر راستش رو بگوی چرا پرسم؟ البته همراهی او بودی سله لطفاً با من فشار نآور در حقیقت دلم شورید
зуҳро ту чӣ кор карда истодай ҳа агар бобояд ин хел корро шунавад чӣ кор мекунад тифли аппаои азнатро ин одам кушт аппаи халеву акай унал шунавад чӣ кор мекунад ман ба ту мегӯям аз ту нафрат мекунад тифли аппамро зоғи сиёҳ накуштааст фаҳмидӣ офарин бисёр хуб туро фиреб додааст маро фиреб надодааст селин ҷон ман ба ӯ боварӣ дорам чунки ӯро мешиносам яъне ҳамаш тӯҳмат аст умедворам ки ту ҳақ мебарои зуҳро агар хато бикунӣ ҳама чизатро аз даст медиҳӣ аз ман гуфтан аст селин ҷон ӯ шахси бад нест инсони хуб аст чаро ба ман бовар кардан намехоҳӣ зуҳро гӯш кун дар ҳама вазъият дар бари ту будам ман туро монанди хоҳарам медонистам ва медонам аммо хафа нашав дар ин ҳолат дастгирият намекунам ба ту чӣ шудааст ман намефаҳмам ба худо ки ман намефаҳмам хуб дастгирӣ накун хафа нашав аммо як ҷинояткорро пуштибонӣ кардану дӯст доштанатро ҳеҷ тарафдорӣ карда наметавонам пас тарафдорӣ накун селин ҷон чӣ кор мекунӣ бикун боз аз ман ранҷида истодаӣ офарин зуҳро аз ростӣ гап надорам гап нест дӯстият то ҳамин ҷо бошад дигар ҳеҷ чиз гуфтан намехоҳам салом алейкум чӣ гап шуда истодааст инҳо чӣ ҳила доранд шояд омадӣ духтарро сар де аввал пулро де набошад мепаронамаш марҳамат рамзаш чӣ аст рамз надорад шуда намешавад чӣ хел шуда намешавад шо шуда намешавад охир охир бародар ту ин ҷуздонро намедонӣ махсус сохта шудааст дар ин ҷо як тукмача дорад нанабин дар ин ҷо куҷо мебинӣ калтакилас маро наҷот додӣ наргиз киссаи ширкатро ту холе карда будӣ бале ба ту дурӯғ гуфтам аммо агар рост мегуфтам ба ман кӯмак намекардӣ анабин акнун росташро гуфтӣ кӯмак намекард калтакилас бо пули дар дастам буда ҳаёти навро оғоз карда метавонӣ сафсата нагӯй наргиз ист дарҳоз рад накун бин охир ҳам аз пушти ту ҳам аз пушти ман полис аст агар дар ин ҷо монем оқибат чӣ мешавад маҳбас аммо ман 2 миллион евро дорам 2 миллион евро бисёр хуб наргиз ба ман чӣ аз пули ту гӯш кун визаву шиносномаро дуруст карда ба хориҷа мегурезем фикр кун дар он ҷо ба роҳат зиндагӣ мекунем ҳамаи орзуҳоямон амалӣ мешавад зиндагии афсона наргиз ту бо ин пулҳо чӣ коре кардан мехоҳӣ бикун дигар рӯбаро нашавӣ гӯш кун ба ту такроран мегӯям хуб фикр кун як ҷоя як ҳаёти хурсандона барпо мекунем гӯш кун наргиз агар хоҳӣ бо ин пулҳои дуздидаат ғайб зан хоҳӣ баргардон ба худат як саҳифаи тозае бикушо яъне чӣ коре мехоҳӣ бикун аммо ман нестам хуш бош туро намегузорам калтакилас намегузорам چی گپ شد؟ چی شد؟ چرا لیفت استاد؟ نه کشو نفسم گرفت کمک کنید یاری دهید
гап шудааст? дар лифт зане мондааст. фиғонашро шунида давида омадем. дирӯз ҳам лифт аз кор монда буд, аммо шукр боз ба кор даромад. ба коргарон хабар доде? хабар додем, мутаввал наомадам. яки лифт афтад чӣ мешавад? ягон кор кардан дар кор ин хел намешавад. охир ягон кор кардан дар кор ба полис занг задан дар кор. Tamam oran şu. Tamam hiç çiziniz güzelleşti. Melis. تو در اینجا چی میکوبی و فکرم تصادف نیست. من شما رو پی بردم. چرا؟ با تلفن گپ زدنتون رو شنیدم. با نرگس گفتنی یک زنگم میزدید. فکر کردم زهرا رو فریب داده ایستادید. دامولای ساخته بودنتون رو میدونستم. شبهه کردم. دامولای ساخته؟ این از کجا برآمد؟ این چه خیلی گپ است؟ شما حیاتی مرا نجات دادید. من این رو به هیچ کس نمیگویم. خاطر نشوید. التماس. یک دقیقه صبر. مسئله دامولای ساخته بودنم از کجا برآمد؟ تو چی گفته ایستادی؟ شما دامولای ساخته نیستید. اما هنگامی در بیمارخانه با امام گپ زدنتون من شنیدم. آن آدم دیوانه است. از همین سبب مجبور شدم که اون خیلی گپ زنم. در آنجا گفته. اما شما گفته بودید که دامولای ساخته بودن هم چقدر مشکل است. دامولای ساخته؟ تو اون رو میگویی. اون آدم در آنجا گفته من این خیلی گفتم. نباشد این خیلی حالت نیست. من چیکار کردم؟ هیچ گپ ندارد. این رو از سرت دور کن. بیا با خانه میرویم. تو کمتر استراحت بکن. شما برای من حیاتتون رو به خطر گذاشتید. من چه خیلی تشکر گفتنم رو نمیدونم. هیچ گپ ندارد. وحیم نکن. در جای من دیگر کس هم میبود عیناً همین رو میکرد. اما از تو یک چیز رو خواهش میکنم. درباره این حادثه ها با خانگی ها نگو ملش. دامولا چرا نگویم؟ آخر شما مثل قهرمان مرا نجات دادید. اما درم گویم نسبت شما مهربان میشود. هیچ لازم نیست. اگر حاضر گویم. آخر دامولا زیاد در اونجا چیکار داشت؟ تو چرا با اونجا رفتی گفته میپرسن؟ یعنی خوبترش مسئله کلا نشود. مایلش دامولا. بیا به خانه میرویم. خیر است شما یک چیز رو پرسم. پرس. نرگس کی است؟ نرگس یک دوست کهنه من است. با کمک احتیاج دارم گفت. همش همین. بیا. استاد جوری استاد چی شد؟ با تا میگریزی؟ من نگریختم. چی بود؟ پرس. استاد چرا انسان دو چشم دارد و دو دهان ندارد؟ نویسی جوری. اگر مانند دو چشم دو دهان می داشتیم انسانیت رو خوراندن مشکل می شد. علاوه بر این عدالت برپا نمی شد. با یک دهان عدالت رو نمی داریم. اگر دو دهان می داشتیم چی می شد؟ هم فرض کردیم که با یک دهان تلخی با دهان دیگر شیرینی خوردیم. آخر جنگ بین دهان ها می برآمد. یعنی جنگ بین دو دهان انسان. هیچ کاری شدنی نیست. استاد جنگ بین دهان ها چیست؟ جنگ بین دهان ها این است هجری. انا گفتم که با دهانی که تلخی میخوری گپ ندارویی کرده جنگ میشود. چرا من شیرینی خورده نمیتوانم گفته؟ خیر پس چی میشود؟ هنگام یک دهانت رو خوراندن دهان دیگرت رو خالی داشته میتوانی. بزرگان چی گفتن؟ یک از خورد یک از نگاه کند. خوب که خداوند ما رو با یک دهان آفریده است. خدا رو شکر استاد. بله فهمیدی؟ فهمیدم استاد. خدا از شما راضی باشه. خدا از تو هم راضی باشه. هجری میدونی سوالهای تو رو یاد میکنم من. استاد این خیلی نگوید. شما چی ها میگوید؟ وقتی که شما با رخصتی مهنتی روید من با تلفن حتما زنگ زده سوالهایم را میپرسم. هیچ خاطر نشوید. بسیار سوال آماده کردم. این خیلی چیز است باز. بله. خوب اجری. تو باز دید. استاد جانی من. سلامت باش. خدا حافظ. این رو بین با تلفن سوال میپرسم میگوید. ماشاءالله او دریا است. قسم میخورم.
مرحمت تورتا سبزی سلامت باشید. خواهش میکنم. بسیار بوی خوش دارد. معلوم که دست مادر رسیده است. اشتهای توم. بیتول بسیار دختری خوشبخت است. مانند شما مادری بسیار غمخوار دارد. یعنی مادری حقیقیش نباشد هم با او برای این را حس نکردنش بسیار هم غمخواری کرده اید. با فکرم بیتول یک اکا داشته است. اکا میگویی؟ یعنی خانم بیتول نقل کرده بود که یک اکا داشته است. معلوم که به شما درباره اکاش نقل کرده است. دختری بیچاره هیچ اکاش را ندید. چرا آخر؟ من بیتول رو از یتیم خانه به فرزندی گرفته بودم، اما اکاش در آنجا مانده بود و بعداً فهمیدیم که اکاش از یتیم خانه فرار کرده است. هرچند جستجو کردیم اما او را نیافتیم. مایلش اشتهای توم. تشکر. خوش آمدی جانم. شی خداوند از تو راضی باشد برادری بود نکشد. یا خدایا توبه. سلام علیکم. علیکم السلام دامولا، خوش آمدید. خوش باشید خوش باشید. با ماشین مرده کشک آمدید؟ پیاده بودم، هوا گرم، یکی آمد، من کردم ایستاد، بعد سوار شدم. خوب کرده دامولا، از آنی که شما را زند به آن سوار شده آمدنتون خوب شد. دامولا این مسجد را چه خیلی میگیرید؟ در این باره چی فکر دارید؟ یک نقشه چه خیلی نقشه بوده است؟ بگذار بعد بفهمونم. تو چی کار کردی؟ در ما هیچ تغییراتی نیست. آن هیجری است کو امضا نگذاشته ایستاده است. به نقشه نمیشود. به نقشه راست میگویی دامولا، قربانی شما به اینجا آمدم، سرگردان شدم. شما یک نقشه ترتیب دهید و این کار رو به آخر رسانم. آخر غریبم به وطنم برگشته نمیتونم. حالا این مسجد را از دست این دیوانه ها گیرم، بعد اون مسئله را هم حل میکنم. سلام دامولا. نامش را گیر و گوشش را کش. نوشم نزدیک نشم. برم از اینجا متهم. تمام دامولا، نزدیک نمیشم. بعد این من بعد نزدیک شما برای بخشش پرسیدن آمدم. من رو ببخشید دامولا. کی؟ من تو را میبخشیدم؟ فراموش نکن که من در دو جهان از گریبان تو داشته حقم را طلب میکنم. این خیل نکنه دامولا، این خیل نگوید. من چیزی که شما میخواهید برای کردن راضیم. بگوید شما چی میخواهید؟ مسجدم را میخواهم. دامولا، مسجد عاشقتون شود. آخر مسجد از هیچ کس نیست کو، از آن خداست. اگر دامولا شدن خواهید مرحمت. نمازها را من میخوانم، امر معروف را من میکنم. تو با این کار همراه نمیشوی. معلش دامولا، چی خیلی که خواهید؟ خدایا توبه، و این چی شده است؟ مگر بسترش سنگ افتاده است؟ اولا شما دامولای مسجد شدی؟ آخر به همین هم من بودم. همین آخر تو قبول کردی برادر؟ کردم خیر سلامت باشد آقا. یا خدایا توبه. یا خدایا توبه، انیق بسترش سنگ افتاده است. اهمیت نده، بگذار روند. ای دامولا، حالا مگر شما دامولای مسجد شدید چی معنی دارد میدونید؟ مگر هیچ هم از این مسجد است آخر. پس نباشد او به ورقه ها امضا میگذارد. بیاید شما رو با اون تو دیوانه ای؟ من این خیل کارها را مغز نمیبینم. یا خدایا توبه. دامولا با کجا میروی؟ به مسجد میروم ای مسلمان. تو نماز وقت است دامولا. به مسجد میروم، آنجا جماعت را انتظار میشوم. یا توبه، انسان که وظیفه میگرفته است هوا بلند میشده است. خدا نگهدار. آقای کانون، برای استوار بودن حافظه شما رو فهمیدنم باید از شما یک چند سوال ها پرسم. بپرس دکتر جان، بپرس. من باشم بهتر از تو سوال ها میپرسم. چی میپرسید آقای کانون؟ حاضر پرسید. دکتر، من به تو آن نتیجه تشخیص رو در دوام 2 روز تیار کرده میدی نگفتم ها؟ شاید 48 ساعت نکشد. یک تشخیص کنیم از روی آن قرار میدیم. خوب مرا گوش کن دکتر. در حافظه ای تو نه، اما در فهمشت مشکلی ها موجود است. با تو بعد پرسیدنی سوال هایت سر و کار میگیرم. آقای کانون، رقم تلفن پیشنهادتان چند بود؟ 901 41. من رقمم رو عوض نکردم، من در همان رقمم. نام معلمه مکتب ابتداییتان چی بود؟ الفت شا بود. آن رحمتی گوشهایم رو بسیار بکشید، اما او با من نوشتن و خواندن را آموزان. آقای کانون، لطفاً به من دروغ نگویید. باز دروغگوییتان را تشخیص نکنم. از روی حجتایی که در دستم هست نام معلمه شما گلببی بود. این نام الفت شا بود، اما او را همه گلببی میگفتن. میدانید که او زنده است؟ چی؟ زنده است؟ او پیشتر نمیگوید آخر زیارتی او علاقه فرض شد؟ بگویی کدام نمود شربا را خوردید؟ چه خیل شربا؟ من تماما شربا نمیخورم.
چکتون در اینجاست خامشوربا خورده اید کو؟ بسیار بالازد بود دکتر توصیه میدیم. یکی از نامهای رفیق همخدمت حربیتان رو میگویید؟ خاطی رسان میکنم معلومات ها در دستم. شما مگر دیوانه هستید؟ اینقدر سال گذشته است من آن نامها را از کجا به خاطر میارم؟ چخیلی که تخمین کردم خاطراتان حال هم استوار نیست. تشخیص رو دوام میدهید. تو چی میگویی دیوانه ای؟ به نتیجه آن تشخیص ها احتیاج دارم. کلتکلس رو نجات دادنم لازم. متاسفم آقای کنم تا استوار شدن خاطراتان به تشخیص دوام میدهیم. تو گپ را به خوبی نفهمیدی؟ آقای کنم شما چیکار میکنید؟ به خدایت آن نتیجه تشخیص را ده. چی گپ شد؟ تمام مشکلی نیست. با بیمار منو تنها بذارید در رو باشید. آقای کنم یک هفته دیگر اومدن رو فراموش نسازید. تشخیص رو دوام میدهیم. میتوانید روید؟ آن را من میگیرم. آن را به من میدهی. آن را میگیرمش. او دوملوزیادین راحت باشید اکنون همه چیز رو میدونم. باز تو چی میگویی؟ همه چیز رو میدونم دوملو. آشکارا گردن چرا میدونی؟ دوملو با شما احترام میگذارم. از این بعد از گفته شما نمیبرایم دوملو. سمی گوش کن سری مرا ویران نکن. بیتول با من همش رو فهمید. اما خواطر نباشه دوملو. من سیر رو فاشتم. چرا میگویی؟ با تو چرا فهمم؟ نه چی گفت؟ شما دوملوی محله ما هستید که از همین سبب با شما احترام زیاد دارد. با عقیده هایتون احترام دارد. شما هم با فکرم چی گفته؟ با او آنقدر موافق نبودنم رو گفته. خانم بیتول با شما احترام دارد. در این حالت من به شما 2 مرتبه احترام میگذارم. سمی تو مگر وقتی نصف روزی گاز مینوشی این چی سر است؟ استغفرالله مگر این فیلم شده حتی بوی نمیکشم. تو چه خیلی آدمی؟ گفتم که دوملو با شما احترام زیاد دارم. حتی برای در چشم شما خوب شدن برای همه کار تیار هستم. سمی گوش کن اگر در چشم من خوب شدن خواهی در چشمم ننمو. فهمیدی؟ خوشمانه دوملو جان و خدا حافظ. این چی شده است؟ افتشلابین اکنون تا به دست آوردن هدف تا قطع کنیم. اما اینجا چی گفته هست؟ نباشد چرا اکه و خواهر بودنشان رو اینها هر دو پنهان میکنند. نه هر دمی که این رو میزنم دیوانه تر میشود. باز او چیله کردن میخواهد اما بخیر باشه. سلام علیکم. نوشکی میاره؟ شرف این اطراف را نگاه کن. صورت آدمی را بین که مرغ مانند شده است. بینو فیس بگیر. اکاجان این صورت رو که خسته و به حال میبینه همش از برای عشق سیوال است. این خیلی نگوید اکاجان. البته که احترام میگذارم. من یک آدمی عاشق هستم اما صورتم به چپ و راست نمیلغزد. مرغ این افتی خنک رو بین. پگاه یا روزی دیگر تو را با شرف به یگان کار فرستانم. با این افتی خنک کار میکنی ها؟ تم بود چون غلاف و جان شمشیر کار شمشیر کند و نه غلاف. تایلا تو بس یه والا چی گفتی ها؟ چی کار کردنی تو را فکر دارد او؟ با خدا از برای یخنوس فروشیم و نه خود فروشیم او بسیار خرسند بود و گفتمانم که شما برای ما باز خانه خریدید. باز سیوال جان خرسندتر شد. بیایم مچکت کنم. این رو گوشم احمقی دیوانه. مرا گوش کن نمک. این کار این خیل نمی شود. چه؟ ای برزگو بزنه دروغ گفته ایستاده ای تایلا. این کار بسیار گناه است. از داملازیا میپرسم. اکای کنون دیگر شما آدم نیفتید که از داملازیا میپرسید. پس از کی پرسیم؟ گناهی بزرگ است میگویم. یک نپرس گفتم نپرس آخی. نمک بسیار ناجا فکر میکنی پسر. چون که برزگو هستی. حالا اگر من این دروغ را روی پوش کنم من هم گناهگار میشوم. از داملا میپرسم. لابای آقای کنان. داملا من شما را ناراحت کردم. یک چیز پرسم. همین حکم دروغگویی در دینمان چیست؟ راستی دروغگویی یکی از گناههای کبیره است. نباشد داملا اگر دروغگویی را روی پوش بکنی او بال است؟ چه؟ یعنی داملا میگویم که انا دروغگویی یگان کس را روی پوش کنیم این مگر او بال نیست؟ راستی آقای کنان یعنی این چنین است. من هم از دفترم خوندم
رازگی با کفر است. رازگی با ظلم است. در این حالت با دروغ رازگی دادن لازم نیست، چون که گناه بزرگ است. داملا بسیار سپاسگزارم. سلامت باشه. تا باستید. خیلی اشون زیاد چی گفت که کانون؟ پسرم گناه بود است. مرا از این گناه پاک میکنی. من چی خیل پاک میکنم؟ چی خیل میکنی؟ رفته بزند راستش را میگویی، مرا از این دروغ نجات میدهی. اکا من اینو با سواد چی خیل میگویم اخی، من نمیتوانم اخی. خدایا با من کمک کن ای خدا. اشتهای تو سلامت باشید. مادر جان مانده نباشه. خوش آمدی جان. از دامولو یک چیز پرسم. اکا؟ خواهرم چخیلی؟ خوبم. شما چخیل؟ خوبم. کمتر ناراحت میتوبی؟ نه چی دونم، آن سمی باز هرچی گفت. اینشالله جنابی سمی فهمیدنی اکم بودنت رو نگفته است. چی شد؟ یگون گپی بد گفت؟ نفهمیدم آخیر. از این پس به من احترام میگذاشت است و با او یگون چیز گفتی؟ نه. چی دونم اونان اون که گویا چیزی رو میدوند. تو گویا که با عقیده های من گویا برای داملا بودنم احترام میگذاشته ای. همه خیل چیز گفته ای؟ بله اینان همین خیل گفتم. تو کیا رو دیدی؟ با میخورید مادر؟ ما نه. ما هیچ با نمیخوریم. تنها امروز یک به نظرم آمد. چی گفت؟ شما او رو زده اید کو؟ او باشد به شعبه پلیس رفته از بالای شما شکایت کردنی بود. خیر چرا دست کشیده است؟ من مانع شدم. گفتم که دامولوزیا بسیار دامولوی با ایمان است و باز من رو پشتیبانی میکند. از همین سبب او دست کشید. وای واهمه کرده است. اکا با فکری من جنابی سمی اونقدر هم آدمی بد نیست. میلش در اول کمی نحرمتی کردنش ممکن. این رو هلو گپ زدن نمیخواهم. شما چرا رو میزنید اکا؟ مگر به شما زیبنده است؟ لیتل جانم نمیزیبه دو. دنیا هم مکان شیرین و زیبا نیست، اما وقت آن پر از آدمان بدنیت و بدگمان است. تمام روز میگویی، اما جنابی سمی اونقدر آدمی بد نیست. بیتول آن آدم با تو عقل است. با من؟ نه اگر تمام آدمی خوب است و همین قدر. فهمو بیتول فهمو. معلوم که این آدم با تو معقول شده ایستاده است. نه هیچ کس با من معقول نیست. هم کسی که به شما معقول نیست با من هم معقول نیست. آخیر بیتول گوش کن خواهرکم، من اکیتویم. من تنها خوشبختی تو رو میخواهم. من مگر اویله دل شدن تو رو نمیخواهم. میخواهم شوهر صاحب احترام داشته باشه، اما سمی آن کس نیست. او با تو هیچ موافق نیست بیتول. خواهرم من تو رو گذاشته چخیل میروم. پرچه جانم با یک عذاب تو رو یافته و نزدی تو آمدم. باز میروم. مرا بباش خواهر جانم، اما باید رو سقراط نباید خواهری من بودن تو رو فهمد. تشکر زیاد دخترم. این دفعه اونال در مسئله از قفای کلتکیل شدن بسیار حق است. آن آدم تنها یک دوست نیست بلکه یک قاتل است. تا این درجه نیکنم. یعنی اپا هم در حقیقت هم وای گفتن میخواهد. همین خیلی نه اپا. درست. چی خیل وای آخیر. وای حالا هم سبوک است. آن احمق آدمی پستی به ناموس یک دیوانه است. قاتل فرزند حلیقو است. نخود اینقدر آدمی پست باشد. یعنی اپا جان این آدم چنان آدمی گناهکار است که گناههایش با شمردن تمام نمیشود. او حریف منافق است. داملوزیا تو غمگین نشو، او را حتما اونال دستگیر میکنه. وای به ناموس را قبیده بدار کشیدن در کن. بدار. ای فروخ با خودو که راست میگویی. بدار میآویزم. بدار. اگر اونال آن آدم را دستگیر نکنند من آن آدم را دستگیر کرده گلویش را علتی به ناموس است. بسیار بیرحم است. حریف بیشرفی با رفتار. نه از این این و یک قاتل بیشرف است. وای از حد گذشت. اما این او شکنجه میکنه. این مسئله میکنه باز هم سختر میکنه. او یک انسانی بیشرف و بیرحم است. نداره. خدا اینها رو زنه.
چی شد داماد؟ آیسته آختی به شوهرت آب بده. رحمت به فکرم خوراک ها برای من کمک وزنی نکردم. دینозавр و ترنозавр اینها هم از اولاد کلتکلس می باشند و همچنین اونالزاور هم. اونالزاور، دینозاور، ترنозاور، اژدها هم خویشتوار کلتکلس می باشند. لوین چی کار داری 2 ساعت شد؟ سردارم میخوام که دشمنان ما رو از نزدیکتر بشناسم. کی رو؟ اژدها رو. چه خیلی راه میگردد، چه خیلی زندگی میکنند، چه خیلی شکار میکنند و توماش چه خیلی نزدیک میشود، چه خیلی خوب میکنند و از خوابش چه خیلی میخیزد. همه این رو من آموخته ایستادم. تو عقلت رو خورده ای؟ عقلت رو خوردی؟ ای لوین احمق، من به تو گفتم که رسمای اژدها رو تقسیم میکنم، تو تقسیم کردی؟ اینم سردارم بعد این کفات آدم هم میکشه خندر. از دستت همه کار میآید. سردارم در مقابل دشمنمان یگان تکتیکای فرمایشی به کار نمی آید. او انیق با این حیوان علاقمندی دارد. آخر چرا اسمش اژدر است؟ این رو اهمیت دید سردارم در پروتست یک جا نه؟ لوین برو پسرم برو. بیا. سردارم به دستمون یک خبر اومد. اژدر رو در یک مرکز دلخوشی دیدن. اژدر رو؟ در حال به اونجا میرویم. به همه گروه ها خبر ده. سردارم اژدر که در آنجا که باشد کلتکلس حتما در نزدیکی است. این سفر از دستم رها نمییابد. این سفر از دستم رها نمییابد. بچه انشالله پیش برو. چند روز است در این خانه نه اشتها ماند نه هیچ چیز. خدا جزای آن کلتکلس را دید. تنها در اینجا نه، در آن دنیا هم از همه جزای سخت را میبیند وی آدم. ها داملا؟ وای آقا این را ما نمیدونیم. تقدیر الهی. بله. چی جایی ندانستم بوده است. علاوه بر این شما چه نمیدونید؟ من میدونم و میگویم آن آدم به چقوری جهنم میرود. بابای من داملا بود. یعنی به اون جایی که تو میروی وی هم میرود؟ نفهمیدم چی گفتی؟ وای نفهمیده است. میدونم ما بسیار غمگین شدیم. یعنی چی دونم؟ کمی ناراحت شدیم چون درباره جهنم گپ زدید. برادرم داملا زیاد خاطرات خوب دارد. میخواهم درباره آن حکایه کنم. اپا جان خوبش حکایه نکن چون که این آدمان حال گوش کردن رو ندارن. نه نقل کند. بی همین هم از روی این حادثه های آخرین دلمان بسا به حضور شده. بگذار نقل کند کمی خوشحال شویم. میلش میفهمونم. انا گوش کنید اکرم جان. داملا زیا، شفقت و من یک روز زمستان در کوچه ماندیم. بیرون چنان خنک بود که از خنکی قریب میمردیم. راست میگویم. شفقت با یادت آمد؟ ابا جون از خنکی میمورم گفته گریه کرده بود. کی من گریه کردم. من چنان خنک بود که از خنکی را باور کنید گوشم میلرزید. همین خیلی سخت خوردم. خدای توبه، مگر خانه نداشتید چرا در بیرون موندید؟ آخر از خانه اجاره راندن. اما نه این داماد شما در حال برای ما یک خانه بر هوا خریده داد. در حال ما به آن در آمدیم. خانه بر هوا؟ چه یعنی چی؟ بله خانه بر هوا. من یک وقت خانه بر هوا داشتم. دومولوزیا شما خانه بر هوا داشتید؟ بله خانه بر هوا ویلا داشتم. آقا زیاودینی هیلگر با معاش دامولوگی خانه بر هوا خریدی مگر؟ اکای بیتولی گفته خاموش میسم نباشد دامولو. البته داشت خانه بر هوا در داخلش همه چیز بود. یخدانش پر از ناز و نعمت بود اما برای شفقت یک روز نفس شفقت بد است. یخدان را در یک روز خالی میکرد. راست دیگه من گناهکار نیستم. همین مرا گفتن که ژنشن بخه او آدم فربه میکنه گفتن همون را خوردم باور کنه دیگه تراکتور هم میخوشم. شفقت از چنان میزنم. اکرم جان آخر ما در آن خانه 2 روز ایستاده برآمده رفتیم. میگویم که کمی بیشتر در آنجا میماندیم چون که دامادی من میهمان دوست دارد. صاحب خانه اومد. بله صاحب خانه یعنی چی؟ ویلا آن زمان در زیر نظارت بود. استاها آمدن آنها سگ داشتن. استاهای ما سگ را بسیار دوست می داشتن. یعنی استاها صاحبی سگ ها بودن. از سبب اون که اپای جمیله هم از سگ می ترسید و رفتن مجبور شدن.
فلسفه‌های عجایب باوری دارم چیزی در بین هست. کمی دیگر موندم و زیان. در حقیقت کی بودنی تو رو میفهمم. آدمی خوبی ما هم آدمی خوب بیا سر یک مسئله میشنیم صحبت میکنیم همین کار حل سلاحات رو پرتو بگردم میپرونم مرا نپرانه من حالا با خانم سلجان اویله‌دار میشم صاحب کودک میشم این خیلی آرزوها دارم یک اویله را پولا پورا میکنم ماری آخر میگویم میپرونم اشتهار برادرم شما رو کرد عصبانی کرد اینقدر عصبانی ده بس تو مردن میخوایی من شوخی نمیکنم البته سلجان سردارم خوب هستی؟ خوبم فایکوره بارش بگیردن تا کجا بگیردن لیمن نخبر اشتهار بشت کسی نگیردن نامرد نفران آدم شو فایکوره رفتیم با موشی سوار شو تخیب کردن روزیم مایلا شکا بواش در گپ زنید لابای مکجون تو چی کار کرده ایستاده ای؟ مگر به تو نگفتم که از خانه نبرایی؟ قریب بود که اونال دستگیرت میکرد بخشیشم مکجون پیش از به خارجه رفتنم کمتر خوشحالی کردن خوست اگر بچه های ما خبر نمیدادن خوشحالی را در محبس میکردی در حال به خانه را اگاه به خارجه میروی مایل شما گرفته ایستادم تا نموری راحت نمیابی کمیسر ازرائیل را دعوت داری برای تو وقتی مرگت رسیده است اکنون از حیات این آدمان برآمده رفتنم لازم است از پشت من به سر آنها یگان حادثه شدنش را نمیخواهم آی خر برای از اینجا مرا پیش کردن باز یگان افسانه خوبتر نیافتی شفقت یک جای نقشه کشیده ده؟ البته اپا جان ما این خیلی چیزها رو یک جای به نقشه میگیریم من هم نفهمیدم کلاس تو چه گفته ایستاده ای؟ میروم میگویم شفقت مگر نمیفهمی این نو جناب اکرم را تک چشم کرده بودم در حیاتم یک بار خوشبخت می شدم این کار رو بین هم به خودت هم به من بد کردی نرو آخیر التماس نرو اپا جان مجبورم من مگر من رفتن رو میخواهم مرا گوش کن یا تو با نرگس موندن میخواهی مگر نرگس سرت را تاب داده اپا جان من چی میگویم تو چی میگویی من قلبم رو پرتافته از اینجا رفته ایستادم تو با من حالا هم سخن نرگس رو میگویی بله برادر چیزی با قلبم میگویی یک قطار عذاب‌ها کشیدی درد کشیدی مگر حالا ینگه زهرا رو پرتافته میری شوکت از پشت من حل طفلش رو از دست داد آخر تو نکرده بودی اپا جان من نکردم و راحتم نمیگذارم داخل گناهی من کلتکلز بودن است اگر در اینجا ایستم حیاتی همه تگوپا میشود بیتول رو مییابند با او ضرر میرسونند و این طاقت ندارم بالای سخرات هر زمان به دستور شویم ضرر رسانده میتواند حیات رو ببین اول قنعان بعد سخرات روز دیگرش کسی دیگر نمیشود اپا نمیشود کی بودنم مرا راحت نمیگذارد من دیگر راهی ندارم چخیل فهمیدید کلتکلس میرود لابای کلتکلس این باجه تو اونال حالا هم با عقل نشده است تو مگر دامولو نیستی چرا برو نصیحت نمی کنی؟ تو چی ها میگویی؟ اونال از قفای جیانم است از او بایگان را خلاص می شوم اگر با مقابلم برای تو را هم می رنجانم این دفعه یگان دیوانگی نکن فهمیدی؟ اونال با آتش بازی داری با آتش
لعنتی آدمی در زیر پنجمون بوده رو از دست دادم. شاید کلتکیلاس کمک کرد. این اجدری بیشرف، این اجدری بیشرف به خارجه میگریزد، با فرودگاه ها، با بندرها، به همه جا خبر دید. نگریخته اون آدم دستگیر شود. اطاعت سردارم. سردارم گفتمانم با شما بسیار سپاسگزارم، با شما جانم را هم قرض دارم. اگر شما نمی بودید من شاید با خانم سیلت آینه دار نمیشدم. تمام با ایمان نکن لبن. مگر خیلی میشود حتی از این هم زیادتر. شما جان لبن و خوشبختی سیلی رو نجات داده رفتم. اما من طفلم رو نجات داده نتوانستم. لبای حیات در خطر است، احتیاط باش. کلتکیلاس با سخرات سر رو کار نگیر، جیانش رو پیگیری نکن. این آدم شوخی نمیکنه، تو رو میکشند. در اصل من تو را میکشم، من تو را میکشم. وفات یافتن طفلت به من ارتباطی نداره. وقتی سخرات رو دزدید کی تو رو نجات داد؟ سکی دروغگو، بیشرف، من تو را میکشم، میکشم. نه گوش کن، من تو رو همچون دوست آگاه میکنم. از پیگیری کردن سخرات دست بکش، حیات خودت رو با خطر نگذار. تو در کجایی؟ ها؟ در کجایی؟ میخوام با تو تنها روبرو شوم. اگر مرد باشی مکانت را بگو. او این مگر با من مسخره بازی دارن؟ ها؟ احمقی ناشدنی، تو را میکشم، تو را میکشم احمق. یکم کم داری احمقی دیوانه، بیرون برا.